سلام عزیزم. سلام عزیزم. اسمت چیه؟ آبتون. آبتون؟ آره اسم داداشم آبتین، اسم منو گذاشتن آبتون. آها. بعد به نظرت توی رابطه خرج و مخارج با کیه؟ با دختر. خب وقتی من دارم تستوسترون میذارم تو اون رابطه، دخترم یه چیزی باید نشون بده به من دیگه. به نظر من خرج و مخارج با دختر. آره عزیزم، تستوسترونت خیلی بالاه. شما هدفت از رابطه چیه؟ بدم چیز، یعنی حس خوب بدم تو اون رابطه، حس خوب بگیرم. روی مسئله حساسی که پارتنرت دوست پسر داشته باشه، just friend. خب بستگی به پسرش داره. دوست پسر داری؟ من آره. میشه ببینم عکسشو؟ بیا. اوه اینه؟ خب نه خب بد نیست دوست پسر داشته باشه. حالا بعدا میتونیم حتی با هم آشنا بشیم به نظرم. ببین من فکر کنم باید برم. کجا بری؟ الان یه کاری برام پیش اومد، باید برم. همین الان دقیقاً؟ آره. یعنی میخوای بری؟ بله. خب بس منم میرم میدم.